سال 1355 ایران یکی از بزرگترین قراردادهای تاریخ خودش رو امضا کرد. 8.7 میلیارد دلار با شرکت کرافتورک یونیون آلمان برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در بوشهر. هدف چی بود؟ ورود ایران به باشگاه ابرقدرت‌های انرژی. اما چی شد که این رویای عظیم نصف کاره موند؟ دهه 50 خورشیدی اوج درآمدهای نفتی بود. شاه برنامه تمدن بزرگ رو دنبال می‌کرد. یکی از ستون‌های این رویا انرژی هسته‌ای بود. ایران می‌خواست تا پایان قرن 20 20,000 مگاوات برق از نیروگاه‌های هسته‌ای تولید کنه. هدف شاه این بود که ایران ژاپن خاورمیانه بشه. مردم پر از امید بودن. آینده اتمی ایران درخشان به نظر می رسید. این قرارداد شامل ساخت 2 واحد آب سبک بود. همچنین در این راستا قراردادهایی برای تحویل 200,000 متر مکعب آب خالص و سوخت مورد نیاز برای نیروگاه امضا شد. نیروگاه بوشهر اولین نیروگاه هسته‌ای ایران از نوع راکتور آب فشرده با ظرفیت تولید 1000 مگاوات است. اولین نیروگاه در بوشهر کلید خورد. کار ساخت با سرعت پیش می رفت. تا سال 1357 واحد اول 75% و واحد دوم 60% ساخته شده بود. هزاران مهندس ایرانی و آلمانی شبانه روز کار می کردن. همه چیز نشون میداد ایران قرار وارد عصر جدیدی بشه. بر همین اساس گروهی از مهندسان برای آموزش‌های لازم و کار کردن در نیروگاه اتمی به آلمان فرستاده شدند. اما سال 1357 همه چیز تغییر کرد. انقلاب شد. دولت جدید اومد. آلمان به خاطر فشار آمریکا پروژه رو نیمه کاره رها کرد و به خیلی از تعهداتش عمل نکرد. آمریکا نمیخواست دولت و انقلاب جدید دستش به انرژی هسته‌ای برسه و درست در همون لحظه همه چیز متوقف شد. چند سال بعد جنگ ایران و عراق شروع شد. صدام حسین فهمیده بود اگه ایران صاحب نیروگاه هسته‌ای بشه دیگه هیچ کس جلوش رو نمیگیره. برای همین بارها بوشهر رو بمباران کرد. نیروگاه نیمه کاره زیر آتش جنگ سوخت. ایران به خاطر اینکه آلمان به تعهداتش برای کامل کردن نیروگاه عمل نکرد، به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد. دادگاه حکم داد آلمان باید تجهیزات و سوخت و تحویل بده، اما فقط بخشی رسید. بقیه یا دزدیده شد یا هیچ وقت تحویل داده نشد. حالا یه سوال مهم، چی میشد اگه این پروژه ادامه پیدا میکرد؟ تصور کن ایران تا سال 1370 بیش از 20 نیروگاه هسته‌ای داشت. ایران میتونست به ستاره انرژی خاورمیانه تبدیل بشه، نه فقط برای خودش بلکه برای صادرات برق به کل منطقه. شاید نمیدونستید، اما این قرارداد فقط برق نبود. این قرارداد شامل ساخت 2 واحد آب سبک بود به وسیله دستگاه‌های آب شیرین کن. قرار بود روزانه 200,000 متر مکعب آب شیرین از خلیج فارس تولید بشه. اگه این پروژه کامل میشد، جنوب ایران و خیلی از استانهای کشور هیچ وقت مشکل آب نداشتن. با بدقولی‌های آلمان و تکمیل نکردن نیروگاه، مهندسان ایرانی که برای آموزش به آلمان رفته بودند به ایران برگشتند و بدون تجهیزات و امکانات آلمان کار خاصی نتونستن انجام بدن و عملاً دستشون توی پوست گردو موند و کشور ما در زمینه هسته‌ای ضربه سنگینی خورد و دچار عقب ماندگی هسته‌ای شدیم. قرارداد 1355 با آلمان نماد آرزوهای صنعتی ایران بود. اما انقلاب، فشار آمریکا و جنگ همه رو متوقف کرد. رویایی که میتونست ایران رو به ژاپن خاورمیانه تبدیل کنه. این قرارداد یکی از بزرگترین فرصت‌های تاریخ ایران بود. اما نیمه تمام موند. حالا فقط یک سوال باقی میمونه. اگه اون رویا ادامه پیدا می‌کرد، ایران امروز چه جایگاهی داشت؟ امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. ممنون میشیم اگه نظراتتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید.
اگه از این ویدیو خوشتون اومده با سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.